بار حالمون گرفته شد سر این چهارراه، بذارید بهتون بگم گل میفروشن سر چهارراه. اومد زد به شیشه گل، گفتم نمیخوام، خیلی ممنون. بعد هی دوباره زد، گفتم آقا جون نمیخوام، هم نگاه نمیکردم. دوباره زد، شکرم آقا من یه حرفم اومد با آقای فهمیدم من یه گل میخوام بده هدیه بدم. آقا ما رو میدید. گفتم خب از تو پولشو بدم. گفت نه من از تو پول نمیخوام، من اصلا فقط هدیه بدم. خیلی اصلا ما حالمون رفت تو قوطی. اصلا تا خانه سرفکنده بودیم که عجیبه چجوری آدم حرف بزنه. خدا اومده در شیشه ماشین تو رو میزنه، میگو هم رفیق بشیم و تو ماشین متوجه نیستی. میگه من چیکار کردم؟ وایستم دیگه، چرا قرمز دیگه؟ چی مگه؟ چیه مثلا؟ چی؟ من دارم میگم حالا میخوای با هم رفیق بشیم، شما الان اینجا پشت چرا وایستادی؟ ما میخوایم به تو یه گل بدیم.